سلام ارادت. امروز اومدیم با تراز کردن میز دستگاه CNC رو با یه آموزش ساده بهتون میگم. خیلی ساده است و راحت. یه تراز لیزری داریم ما که تقریبا از طریق این سرکوب وسط دستگاه ما تنظیمش کردیم. حالا دستگاه ما عوادی بود تقریبا به خاطر یک سری در طول زیاد خطا داره در تراز لیزری. وسط دستگاه ما اینو تنظیمش کردیم که یک محیط دو رو داره به ما خطش رو نشون میده. و از طریق یک گونیای خیلی معمولی یا خطکش یا هرچی یا یه متر که مدرج باشه راحت تر. یک گوشه دستگاه رو ممنوع قرار بدیم. ما این گوشه رو به قسمت صفر دستگاه هم ممنوع قرار بدیم. بعد عددی که به ما نشون میده عدد 11 هستش. 11 رو داره به ما خط نشون میده. گوشه بعدی رو میایم اینجا. این گوشه رو خطش رو نگاه می‌کنیم 11. البته باید بگم ما این دستگاه رو قبلا ترازش کردیم. ولی هر عددی که بود از طریق این پیچ‌های پایه‌هاش می‌تونیم تنظیم کنیم و عدد رو در بیاریم. یه کار دیگه که هست اگه بشه ضربدری بگیریم راحت‌تره. یعنی گوش اول اگه گرفتیم گوش مقابلش رو عددش رو تنظیم کنیم و به صورت ضربدری. این کار اگه انجام بشه خیلی سریع‌تر به نتیجه میرسیم. و در نتیجه کل لیمیت میشه عدد 11 که یه سطح صاف رو ما بده. و این کار ما چون تخته بدون کارمون عوض کردیم میزشو بعد از اینکه تراز شد دستگاه کلا یک کف تراشی می‌ذاریم و آکس راست میشه. ارادت خداحافظ.